حالا دیگه قورت دادی؟ قورت دادی؟ خب حالا دیروز چی شد؟ چه بازی کردی؟ خونمون بودی مادرم دادرشو گفتی بابا هنو چی اومدی خونم؟ آره چرا اومدی؟ من خوابیدم. و شما چیکار کردی؟ بابا خونمون رفتی خونتون دوباره اومدی چیکار در کردی؟ بیدنم در بزنی. آفرین. بعد من به شما چی گفتم؟ گفت هنو چی گفتی؟ چی گفتم بهت؟ گفتم خانوم من خوابیدم بوی خونتون. آره گفتی تلم نرم گفتم سلام علیکم. سلام علیکم. آره و بعدن تو اون وقت بعدن اومدیم یادت اومدیم شمردیم 1 2 3 رو بشمر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حالا تو بشمر. باش اومدی خونتون آره بعد اومدم خونمون. حالا تو بلدی بشمری تا 10 بشمری 1 2 3. بابا تو جباتا تو عباس تدی بابا جباتا تو عباس بله وقت لباسمون رو عوض کردیم اومدیم خونمون. خب حالا بلدی شما بشمری؟ نه بلد نیستی بشمری؟ نه گوشیدم بله گرسیمو بلده؟ آها شما بلد بودی. من دیروز دیدم شما شمردی خیلی قشنگ شمردی. 1 2 3 4 5 6 7 تا 10 شمردی خیلی قشنگ. تازه با دستت هم نشون میدادی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یادتون بایمونم این برای شماست به شرطی که دست منو گفت نگیری خانوم باشه. قربونت برم. بدم. خیلی خوشمزه است بابا. داریم که میخواید داریم املت میخوریم. داریم نهار میخوریم نه صبحانه میخوریم. پنیم میخوریم بله الان ما داریم صبحانه میخوریم. آره مانیسا داری چی میخوری بابا؟ دوبارم رو بلد چندم آره خوب کاری کردی موبایلتو گذاشتی اونجا. چه موبایل قشنگی هم داری. آفرین دختر قشنگ من. با موبایلت با کی صحبت میکنی مانیسا؟ ای بچم پیش بود اشکالی نداره خوش میشه. خوش میشه. بابا بابا بچهش اشکالی نداره. اینم خالی بخور. آفرین. خب مانیسا دیگه تعریف کن. یه شعرم بخون حالا که صبح خود. نمیخوای شعر بخونی؟ خب الهی شکر گفت مانیسا یک الهی شکر قشنگ بگو. هیچیه کو چی؟ یه الهی شکر بگو که یعنی سیر شدی بری پایین. چنی ایچی رو میهم خرسی رو میخوای باش. تو الهی شکر تو بگو من خرسی رو بگو. الهی شکر خدا. با کی داری صحبت میکنی بابا؟ مانیسا با کی صحبت میکنی بابا؟ باشه تو نخود کیه بابا؟ اسمش چیه؟ نمیتونم با کی صحبت کردی؟ خروسی دوباره میگه